کدام راه به ایران، با چه روشی، با چه شیوهی باید با جمهوری اسلامی و با ایران مقابله بکنن؟ یکی از این شیوه ها که به شدت هم پرهزینه است، حالا ما الان با همدیگه داریم صحبت میکنیم، اما هزینهش هزینه پنهانه، هزینه جنگ رسانه‌ایه، هزینه جنگ فرهنگیه. رژیم صهیونیستی و ایالات متحده هیچ راهی برای تقابل با جمهوری اسلامی ندارند مگر اینکه اگر میخوان میلیاردها دلار هزینه صرف تقابل نظامی بکنن، اول در اون میلیاردها دلار هزینه جنگ فرهنگی بکنن، تغییر فرهنگ ها، تغییر باورها، تغییر شناخت و ادراک جامعه ایرانی. اگر سد شناختی و ادراکی جامعه ایرانی شکسته نشه، به هیچ عنوان توانایی تغییرات سیاسی و نظامی در ایران وجود نخواهد داشت. فلذا این موضوع برای دشمن به خوبی فهم شده. مسئله زمان برتره ها. خب دشمن هم در دشمنی با جمهوری اسلامی عجله‌ای نداره. حالا این وزیر تکنولوژیشون گفته بودش که سال آینده با براندازی جمهوری اسلامی. این حرف الکیه. ببینید دو تا مؤلفه داشت، گفته بود سال آینده بعد از براندازی ایران و رفتن جمهوری اسلامی پیمان کوروش بسته خواهد شد. این حرف دو تا مؤلفه داره. یک، پیمان کوروش این خواستی است که اونها دارند. دو، سال آینده که مطرح شده بود، یعنی زمانمند بودن این استراتژی رو برای سال آینده در نظر گرفته بودند که این چرت و پرته. ولی اون حرف اصلی که اون پیمان کوروش هست، این پیمان کوروشه درسته. پیمان کوروش و زمانمندی این مسئله باید بررسی بشه. خب رژیم صهیونیستی هیچ راهی نداره مگر اینکه بخواد از درون سیستم اقدام بکنه به فروپاشی فرهنگی سیستم. یعنی چی؟ باید حرکاتی از درون سیستم علیه فرهنگ، علیه رسانه، در رسانه، علیه ادراک جامعه ایرانی شکل بگیره. همین این جبهه بندی وسیعی که امروز شما دارید میبینید در سریال ها، در فیلم ها، در فضای مجازیش، در یوتیوب، توسط ولاگرها، توسط حجاب استایل ها، شما نگاه میکنید. این حرف منم نیست دیگه، حرف سازمان های امنیتی قبلا گفتن ما دیدیم با چند واسطه برخی از این مداها، کسانی که بینشون نفوذ کرده بودن میرسیدن به MI6، میرسیدن به موساد، میرسیدن به سازمان CIA. چرا باید این تغییرات فرهنگی رو رقم بزنن؟ میان میشینن نقشه فرهنگی جمهوری اسلامی رو میذارن پیش روی خودشون، مؤلفه های فرهنگی و تاباوری فرهنگی جامعه ایرانی رو میان بررسی میکنن، علیه هر کدوم از این مؤلفه ها نقشه هاشون رو میریزن، اقداماتشون رو انجام میدن. ببینید دشمن در دشمنی خودش که راکت نیست. اینجوری نیست که بگن خب حالا نمیتونیم با جمهوری اسلامی کاری بکنیم. نه، تقابل قطعیه، هم قطعی است و هم دائمی است. طرح‌ها مدام عوض میشه. پس این تقابل فرهنگی همین مسئله‌ایه که وزیر رژیم صهیونیستی گفته بود، از درون باید جمهوری اسلامی شکسته بشه. بعد نگاه میکنی میبینی دور و بر یهویی پر شده از سوالها، پر شده از انحرافها، پر شده از ابهامها، پر شده از مسائلی که جامعه ایرانی با اون درگیره. مسئله تعریف میکنه دشمن برای جامعه ایرانی. چرا؟ تا بتونه اون تغییرات ادراکی و تغییرات شناختی رو مدیریت بکنه و در دست خودش نگه داره، نبض فکر جامعه ایرانی رو در دست خودش قرار بده. و این مسئله سازی شما در قالب مسائل نوپدید باید به اون توجه بکنید. مسائلی که شاید از چشم برخی از افراد یک روند عادی رشد جهانی، نمیدونم جهانی سازی و اینجور مسائل باشه، اما وقتی نگاه میکنی یکی از پایه های اصلی دشمن برای هدف قرار دادن جامعه ایرانیه. این بحث هاستل هایی که رقم خورده، بحث ولاگ های حجابی که رقم خورده، شما تیتراشون رو فقط در نظر بگیرید. قشنگ مشخصه که سیستم امنیتی و سیستم اطلاعاتی دشمن نشسته داره برنامه ریزی میکنه و توسط برخی از ولاگرها، توسط این راه اندازی برخی از اقداماتی که تغییرات فرهنگی و هویت فرهنگی در جمهوری اسلامی رو دستخوش تغییرات خاص داره میکنه. اینا رو وقتی میشینی در نظر میگیری میبینی که بله، یک پیوستگی وجود داره بین هدف اون چیزی که دشمن بیان کرده و اقداماتی که در داخل داره انجام میشه. همه اینها هم توسط
یعنی نگاه میکنی این بعضی قضیه هاستل ها توسط دشمن در کشور به صورت رسمی که رقم نخورده. امتداد عمل برخی از افراد در درون کشور، چه در حوزه سیاست گذاری چه در حوزه تصمیم سازی، منتج به این شده که دشمن بتونه اون هدف خودش رو راحت‌تر دنبال بکنه. تغییرات فرهنگی که داره انجام میشه، بافت فرهنگی داره عوض میشه. هاستل ها از یک طرف، در واقع ولاگ های خیابانی از یک طرف، بعد تیتر زنی ولاگ های خیابانی، حجاب از دست رفت، حجاب تمام شد، حقیقت حجاب. جمهوری اسلامی در مورد حجاب داره دروغ میگه، حجاب وضعیتش اینطوره. شما فقط تیترایی که در یوتیوب این ولاگرهای خیابانی دارن در رابطه با حجاب میزنن رو ببینید. اینجاست که متوجه میشه که دشمن از چه طریقی داره فرهنگ رو دستخوش تغییر میکنه. یک، مسئله سازی، دو، لشکر پیاده‌ش هم ولاگرها، هاستل بازها، مشخصه که داره چه کار میکنه. بعد به خودت میای یهویی میبینی بعد از 5 سال، 10 سال، 15 سال یک نسلی تربیت شده که این نسل همون چیزیست که تو داری میگی نسل زد، همون چیزیست که تو میگی حرف ما رو نمیفهمن، همون چیزیست که تو میگی ما هم حرف اونا رو نمیفهمیم. میدونی چرا نمیفهمی؟ چون 5 سال، 10 سال، 15 سال قبل او اقداماتی رو انجام داد که تو به اونها توجهی نداشتی. نظیر همین اقدامی که الان داره انجام میشه در هاستل ها، چقدر بافت فرهنگی رو تغییر میده. نظیر همین اقداماتی که الان کسی جدیش نمیگیره، ولاگ های خیابانی، تیترهایی که دارن میزنن، حجاب رفت، اینجوری شد، اونجوری شد. عادی سازی تاریخ قبل از انقلاب برای نسل های بعدی. برید ببینید دیگه، تو این ولاگ های خیابانی راه میرن میگن اینجا نمیدونم مشروب فروشی بوده، اینجا آبجو فروشی بوده، به این دوره برگردیم اینجا کازینو بوده، نمیدونم اونجا نایت کلاب بوده. همه این مسائل داره در ولاگ ها مطرح میشه. تو 5 سال، 10 سال، 15 سال دیگه به خودت میبینی با یک جمعیتی روبرو هستی که یک تاریخ توهمی براش تصویرسازی شده و تو داری میگی من نمیدونم به این باید چه جوری بگم که قبلا چه خبر بوده الان چه خبره. از اینجا داره نشأت میگیره، از این 5 سال، 10 سال، 15 سال الانی که ما بهش توجه نمی کنیم. بریم تا یک برنامه دیگه با هم دیگه تخصصی راجع به این ولاگ ها و جنگ فرهنگی از حیث اینکه جنگ فرهنگی چیه، بریم اقدامات تاکتیکی دشمن رو بررسی بکنیم. تا یک برنامه دیگه، خدایا رو نگهدارتون.